سلام به شما عزیزان، امیدوارم حالتون عالی باشه. رسیدیم به جلسه دوم از مینی دوره 0 کیلومترها. امیدوارم که جلسه قبلی که جلسه اولیمون بود و دیده باشی. حتما ازت میخوام مطالب رو توی دفتر یادداشت کن، چند بار با صدای بلند از روش بخون. از اون فایلای پی دی افی که توی تلگرام یا اگر تلگرام نداری توی کانال ایتا قرار دادم حتما استفاده بکن و بنویس. شماره منم در تصویر که ببینید شماره پشتیبانی و پاسخ به سوالات شما در تلگرام و ایتا هست. حالا اگر شماره منو پیدا نکردی توی واتساپ پیام بده و راهنماییت میکنم. این مینی دوره 5 جلسه‌ای میتونم به جرئت بگم تو رو بی‌نیاز میکنه از هر گونه کتاب، از هر گونه کلاس رفتن، برای زمانی که بخوای از صفر زبان رو شروع بکنی. قلق جمله سازی رو بهت یاد میدم، لغت، مکالمه و گرامر رو هم به مرور زمان به جلساتمون اضافه میکنیم. فقط کافیه جلسه به جلسه با من همراه باشی. توی جلسه اول یه سری مطالب یاد گرفتیم، اینجا هم باز مرور و تکرار هست ولی مطالب جدید هم یاد میگیریم. توی تصویر هم که من هم انگلیسی رو می‌نویسم هم فارسی، علاوه بر اون جزوه پی دی اف هم در اختیارت قرار میدم که بهترین نتیجه رو بگیری. خب مثل جلسه قبلی جلسه‌مون رو با کلمات شروع میکنیم، بعد میریم باهاش مثال میزنیم، جمله سازی میکنیم که قشنگ ملکه ذهنت بشه. mother M-O-T-H-E-R T-H صدای د میده. مادر میبینی خیلی شبیه به فارسی هم هست. ویدیو رو حساب کن با صدای بلند چند بار به خود بگو مادر. من دیگه خیلی تکرار نمیکنم که مدت زمان ویدیو طولانی نشه. father F-A-T-H-E-R father پدر، دوباره اون تی اچ صدای د میده. sister S-I-S sister T-E-R ter sister خواهر. brother ما میگیم برادر B-R-O-T-H-E-R brother برادر. my M-Y یعنی مای مال من، اون وایه صدای آی میده. مای. یور رو جلسه قبلی یاد گرفتیم یعنی تو، رو بهش اضافه کن میشه یور مال تو. مادر من my mother میگیم مادر من، توی انگلیسی میگیم مال من مادر، برعکس فارسیه. پدر تو، یا ما تو فارسی نمیگیم پدر تو، میگیم پدرت. your father. حالا اینا رو یاد گرفتی؟ کلمه where W-H-E-R-E where یعنی کجا. where یعنی کجا. W-H روی هم رفته صدای و میده. حالا جلسه قبلی یاد گرفتیم هست میشه چی؟ is. میخوام بگیم کجا هست. where is. حالا علی کجا هست. where is میشه کجا هست. علی هم میذاریم بعدش where is. پدر تو یا مثلا میگیم پدرت کجا هست. where is پدر تو شد your father. where is your father پدر تو کجا هست. مادر تو کجا هست. ساختار همونه، جمله‌مون همونه، فقط به جای father میذاریم mother. where is your mother. پس where is یعنی کجا هست، بعدش اون اسم رو میگیم. سارا کجا هست، علی کجا هست، مادرت کجا هست، خواهرت کجا هست. حالا خواهرت کجا هست تو بگو. where is your sister برادر تو کجا هست. where is your brother. where is your brother علامت سوالن که آخر جمله استفاده میشه. میگیم او خانه هست. اینو جلسه قبلی داشتیم. he is home او بیرون هست. اگر دختر باشه میشه she is out. حالا اگر بخوام بگیم تو، آنها کجا هستند میشه چی؟ هستند. آر میوردیم. حتما جلسه اول ببین. اگر جلسه اول دیدی هنوز این مطلب برات سنگینه، یعنی با جلسه اول یک بار دیگه ببینی.
where are یعنی کجا هستی تو، آنها کجا هستن، ما کجا هستیم، اون بچه ها، یعنی چند نفر. میگیم تو کجا هستی. where are you. دیگه از ایز استفاده نمی‌کنیم. ایز برای هی و شی، برای برادر، خواهر، سارا، علی استفاده میشه، ولی برای تو آره. حالا کجا هستی. where are you. من خانه هستم. شما از من پرسی where are you. حالا من باید جواب بدم دیگه. میگم I am home. من خانه هستم. آنها کجا هستن. where are یعنی کجا هستند. they آنها. میگیم اونها بیرون هستند. they are out. این هم از این. اما قبل از اینکه بریم سراغ کلمه بعدی اینو بهت بگم همین روش رو که من دارم با شماها کار میکنم توی کلاس‌های خصوصیم دارم تدریس میکنم. خیلی از زبان آموزان داشتن با همین آموزش‌ها دقیقاً با همین روش الان میتونن به راحتی انگلیسی صحبت بکنن. خودت در ادامه ببین نمونه‌اش رو. Hello everyone, I hope you're very well. I want to speak about my teacher, Mr. Nader. He is the best teacher I have ever seen, and I finally could got good point in speaking skills. Is about 6.5 in the mock exam, and I want to say I'm thankful. بسیار عالی. پس وقتی این زبان آموز تونسته با همین آموزش ها انقدر به انگلیسی راحت مسلط بشه و مثل بلبل انگلیسی صحبت بکنه، چرا که نه؟ چرا تو موفق نشی؟ فقط کافیه وقت بگذاری، تمرینی که بهت میگم جلسه 5 رو انجام بدی، برام بفرستی و ببین که چقدر انگلیسی صحبت کردن راحته. خب بریم سراغ کلمه بعدی و اونم who هست. who WHO او صدای او میده اینجا و WH روی هم صدای ه. who یعنی چه کسی یا کی. میگیم کی هست، چه کسی هست، یا میگیم کیه. who is میگیم اونجا گفتیم کجا هست where is، اینجا میگیم چه کسی هست، کی هست. هست is. who is یعنی چه کسی هست، کیه. میگیم او دختره کی هست، کیه. who is she میگیم او مادرمه. she is my mother. او مثلا آقاه کی هست. who is he میگیم او برادرمه، برادر من هست، برادر مال من شد مای دیگه. he is my brother. حالا میخوام بگیم تو کی هستی، یواش یواش با دستت بیاد. تو هستی you are دیگه، you با are میمن. حالا توی حالت سوالی جای are با you عوض میشه. who are مثلا بخوام بگیم تو کی هستی، آنها چه کسانی هستن. میگیم تو کی هستی. who are you. من میگم من علی هم دیگه. I am علی. اونها کی هستند. ویدیو رو کن خودت بگو. پلی زدی؟ خیلی خوب. who are they یعنی اونها. کی هستند میشه who are. آنها they میگیم اونها برادران من هستند. یعنی از یک برادر بیشتر، من 2 تا 3 تا 4 تا برادر دارم، از یکی بیشتر گفتیم چطور میشه؟ اسم جمع میگیره، صدای ز میده. They are my brothers. They are my brothers. اینم از جلسه دوم به اتمام رسید. امیدوارم که لذت برده باشی. سوال داشتی از راه پشتیبانی توی تلگرام، توی ایتا میتونی از من بپرسی. ایام بکام. خدا نگهدار.